این کرونا دردسری همه این مهاجران شد. دوستان اکثریت میخواهند که بفهمند که پول پاتنت بگوره کرده میشود یا نه. دیگر کسان میخواهند که اقلا از طرف حکومت روسیه برای ما کمک سبوکی حاصل شود. اما همه اینها فقط گپ‌های خالی است. دوستان اگر شما خواهید که همه معلومات رو در اینجا باز کنید، حتما ویدیو رو تا آخرش تماشا کنید. رفتیم. رادیو آزادی امروز میگوید که از 3 اپریل سال جاری بسیاری مهاجران شکایت و از شکایت ها دارند که آنها برای پاتنت پول ندارند و جای کار ندارند و نمیتونند که از خانه بیرون روند تا اینکه از یار دوستان قرض و حواله کنند. بنابراین آنها از رادیو آزادی سوال کردند و بسیار خواهش کردند که فهمند که پول پاتنت برای آنها بیکار کرده می شود یا نه. حکومت روسیه مراجعه شده برای کم کردن از بین بردن پاتنت برای از انداز برابر با شرمنده خود. سفیر جمهوری تاجیکستان به حکومت روسیه پیشنهاد کرده است که در حالت وضع فوق‌العاده پول پاتنت رو و انداز رو برای مهاجران مهنتی آزاد کنند. اما این فقط گپ‌های خالی است. می‌بینیم که چی می‌شود در آینده. اینا دوستان اکثریت حالت‌ها میگویند که آنها پیشنهاد کردند به حکومت روسیه و آنها می‌خواهند که پول پاتنت رو بیکار کنند، اما هیچ چیز گفته نمی‌شود برای که در خود روسیه حالت‌های فوق‌العاده اعلام کردگی نیستند. آنها فقط میگویند که خود در خانه بشینید. حالت وضع فوق‌العاده نشده است برای آن که کسانی که در یگان جاها کار میکنن آنها را از کار پروسته پیش کرده ایستادن. آنها را پرزیدنت گفت که به آنها پول دهید و حق مزد مهنتشان را بدهید، اما بیزنس های مایده از کجا پول مییابند؟ پر رستوران اگر یگان کس نبیاد رستوران پول ندارد، وقتی که رستوران پول ندارد ما پول نمیگیریم، دیگر کسا پول نمیگیرن. برای همین دوستان چه فکری دارید حتما در ویدیو در